هر سخنی که میبراید از دل اون حرف شماست. هر قدمی که مینهم سوی شماست. هرگاهی که برنامه را آغاز میکنم هر نگاهم سوی خانه چشم شماست. این بار به بهانه میگویم که بهانه دیدار شما را کردم. این بار به بهانه میگویم که در ضمیر قلب با صد هوس محبت شما را میپرورم. این بار به بهانه میگویم که دوستتان دارم. این بار به بهانه آمدم تا شام هر کدام شما را بخیر باشد گویم. السلام علیکم تماشابینان عزیز، برنامه شام دیار است. سلام میگویم. تماشابینان عزیز، در این لحظه های بس و زیبا که در خودش فصل زیبای سال، فصل بیدار شبی طبیعت، فصل لطافت، فصل نزاکت و اینچنین در عرفه روزی مادر قرار داریم. الان تمامی بانوان، مادران عزیز و مهربان را با این روزی بس و زیبایشان مبارکباد و شاد باش میگوییم. در این ایام های نیک مهمان استودیوی ما هنرپیشه خلقی تاجیکستان، دیرکتور فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام اکاشریف جوراєв، هنرمند اصیل، مرد هنر، استاد افضلشاه شادیев هستند. استاد، بسیار از دیداری پرنوری شما شاد هستیم، سعادتمند هستیم. شما رو خوش آمدید میگوییم. سلامت باشید. بسیار خوشحالم که در این واقعا فصل زیبای بهار در بوستان شهر خوجند، یک شهر بسیار قدیمه، یک شهر بسیار فرهنگی، یک شهر بسیار هم دوست داشتنی قرار دارم و از صدق دل به این برنامه، به این مردم عزیز شهر بوستان خوجند و مادران عزیز که در این بهار زیبا هر کدامشان ما میتونیم که مبارکباد گوییم، عید مادران تشریف دارم. استاد، چون به همگان معلوم است چند از دیده ها دور بودید و امروز بسیار خوشحال و خوشنود و خوشحالی هستیم که باز در آسمان هنر پرواز دارید، باز دیده به دیدار رسیدیم و چند پیش در خوجند باستان یک با برنامه با شکوه کنسرتی خود مهمان بودید. من اطراف همین برنامه کنسرتی در آغاز میخواستیم پرسان شده باشیم. راستی که من یک چند سال از ایجاد سال دور شدم، یعنی ایجاد میکردم و در یک سال 2 آهنگ 3 آهنگ هم خیلی بود و همین سال 2019 آخری سال 2019 و اولی 2020 من یک بار قریب 15-16 تا آهنگ نو، سرودی نو ایجاد کردم که از شعرهای اولیا شیخ کمال‌الدین خوجندی، از شعرهای استاد لایق شیرعلی، آذرخش عزیز، فرزانه بانو، از شعرهای کمال نصرالله، نظام قاسم و دیگر شاعرای معاصر امروزی ما، شاعرای کلاسیکی ما، من آهنگای تازه ایجاد کردم، سرودهای نو و بسیار این سرودها به مردم خیلی پسند آمد. 2 روز در تالار کنسرتی به نام استاد لایق شیرعلی، کاخ جوانانی به نام استاد لایق، جایی نبود راستی و همین برنامه باز در پنجکنت باستانی بعد از 2 روزی از خوجند رفتن در آنجا برنامه گذاری کردم و اونجا هم واقعا یک کنسرت خیلی باشکوه شد. کنسرت های من راستی که همه من در زنده میخوانم، سرودای برای مردم از دل به دل رهیس میگن، بله، برای مردم قبول میکنن و 3.5 ساعت 4 ساعت کنسرت ادامه مییابد و خوشبختانه همین برنامه های نو، سرودای نو من بسیار یک با طرز نوین، یعنی سرودای تازه ایجاد، یک طریق نوکتی خواندم که در بین سرود من شعرهای کلاسیکا، شعرهای استادای یادآور می شدم و مردم بسیار با شوق و با ذوق حلاوت می بردن و من بسیار مخلصای خوب دارم در شهر باستانی خوجند. مردم عزیز خوجند بسیار سخت من دوست می دارن و منم واقعا این مردم دوست می دارم، چون که در حقیقت مخلصای عزیزی ما در شهر باستانی خوجند، در نواحی گرد و اطراف، در اسفرای باستانی، در کونی بادام، در مسشو، در استرافشان، در پنجکین، در شهرستان بسیار مردم تشنه سرود هستند. مردمی ما بسیار مردمی فرهنگی هستند، مردمی صنعت دوست هستند، مردمی که هر یک سرودی تازه ایجاد
با یک نگاه تازه نگاه میکنن، گوش میکنن، اهمیت میتن در هر یک سرود چی مضمون است، چی آهنگ است و این ما وادار میسازد که ما هنرمندا باز برای خلق عزیزمون، برای مردمی مهربانی که امروز ما گوش میکنن و دوست میدارن زحمت کشیم، مهنت کنیم، ایجاد کنیم. و این استاد پوشیده نیست که شناوری بسیار خوب هم هست در دریای پرتغیان هنر و چند سال می شود که عموما در این دریا شناوری میکنید؟ من قریب 37 سال باز در صحنه‌های بلند هنری هنرنمایی میکنم و قریب در 75 دولت دنیا صنعت تاجیک بردم و همین ماه دکبر 2019 از 4 تا 12 دکبر برنامه کنسرتی من در هندوستان بود. 2 روز در شهر دهلی کنسرت دادم و 2 روز در شهر بوپال کنسرت دادم. شهر بوپال هم یک شهر خیلی قدیمی است که اونجا قریب 25 میلیون اهالی دارد. وزیر فرهنگ بوپال قبول کردند و در فستیوال سرودهای عنعنوی که در شهر دهلی برگزار گردید در بین دولت‌های بسیار، یعنی در 12 دولت اشتراک داشتیم. ما تاجیک‌ها، ما یعنی با راهبری من اونجا رفته بودیم، من جای اول ما گرفتیم خوشبختانه. و من راستی اونجا در برنامه وقتی که در خود شهر دهلی کنسرت کردیم، برنامه کردیم، اونجا قریب یک 6 تا سرود هندی خوندم، یک 6 تا سرود تاجیکی خوندم و در بینش اونجا سفیرای روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، آذربایجان، ترکیه، همین دولت‌ها بودن، افغانستان و ایران. من به همین زبان‌ها سرود خوندم یعنی و از همین لحاظ اونجا بسیار قبول خوب شد و همون رهبریت همین فستیوال آسیا و یا به ما جای اول دادن برای همین یعنی زباندانی و سرودهای در ژانر گوناگون و به زبان‌های مختلف سراییدن ما و بسیار هم یک فستیوالی خوب شد. یک هندوستان میدونید یک دولتی بسیار کلان، بزرگ، آدمش بسیار و البته من با یک هنرمند اونجا از همه سیتارنوازی مشهور هندوستان، یک خانم بسیار زیبا، ما اونجا همکاری کردیم. اون کس یک بداهتاً وقتی که ستاره هندی می نواخت من برآمده با همراهی و سرود خوندم یعنی و همین هم بسیار قبول شد برای مردم. و در خود شهر بوپال وقتی برنامه میکردیم، کنسرت برآمد میکردم، تالار بسیار همین وقتی که سرودهای تاجیکی میخوندم به شب قرصق میشد. حیران شدم که این یعنی خیلی هندو البته فارسی هم میفهمن بله، لیکن اونجا 300 نفر افغان بودن از افغانستان، یعنی همونجا زندگی میکنن، کار میکنن. یک 100 نفرش استودنت میخونه و 200 نفرش کار میکنن، اونو مسافرها یعنی. بعد خیلی آخر با فهمیدم با اونو بایم 2 تا سرودای افغانی از ایجادیات استاد احمد ظاهر و دیگر سرودا خوندیم و اونو خوب قبول کردن و بسیار هم یک برنامه جالب شد و پگاهش همین مردم افغانستان، همون استودنت‌ها یا همون اونو یک 30 نفرشون یعنی جمع شده ما یک مهمانداری کردن. بعد آخر با من به همه ایوان تحفه دادم، یعنی دیسکای سرودام دادم، تقدیم کردم. بعد خیلی با یک 2-3 چیزای دیگه اینجا تحفه برده بودم، تحفه دست تاجیکستان تقدیم کردیم. بسیار مسافرها یعنی هم افغانایی که در اونجا زندگی میکنن مسافر هستن خرسند شدن، چند نفرشون گریه کردن، حتی اش ریختن که خیلی ما بی وطن. من گفتم خیلی یک شعری که همون اون کودک افغان که بیزادن دمی جنگ پیرانه سوی صلح کشیده از عصا رو همین سرود خوندم و گفتم که یک کودک یک تولد شد به دنیا اومد 40 ساله شد که اون مملکت شما هم جنگ. بعد گفتن که خیلی مملکت شما همین پرزیدنت شما یک شخصیت خیلی بزرگ که توانستن که همین جنگ خاتمتی هم تنجی کنونن، مردمتون آسایشته کنونن، زندگیتون پیش رفت، ترقی کرد، تاجیکستان آباد شد. ما همه از طریق همین شبکه‌های اینترنتی دنیا خیلی می‌بینیم، می‌فهمیم. من گفتم خیلی ما التماس میکنیم راهبر دولت ما، پیشوای ملت ما افغانستان هم در وی خودشون گیرن
نظارت کنن و افغانستان شما هم تینج کردتی هم شوخی کردیم ما چه خندیدیم اونجا خیلی دعا کردیم نیت کردیم که الله افغانستان هم صلح و امانی شود تینجی شود و بسیار یک سفری باورور بود و بعد این سفری هندوستان وقتی که ما در شهر خوجند باستانی من آمده برنامه‌گذاری کردم اینجا هم خیلی یعنی که یک مردمی که در کجایی که مردم سرود فهمد و آهنگ فهمد و احساس کند و دوست دارد و قدردانی کند و سپاس گذاری کند این واقعا برای خوشبختی همون هنرمند است. بله. و من خوشبختم که با مردمی عزیز و سربلند شهر خوجند دویما میبیم هر سال یک بار دو بار یک برنامه گذاری میکنم و وقتی که من بیمار بودم در آلمان بودم من اونجا وعده کرده بودم که من حتما آمده برنامه گذاری میکنم حتی من حالا اپراسیون های من تمام نشده بود من آمده در یاد داریم 7 8 آگوست کنسرت داده مردم خرسند کرده دعا گرفته رفته با 4 اپراسیون دیگه گذرونده با خدا رو شکر گشته اومدم و این همه دعای مردمی عزیزی باستان شهر خوجند بود مادرای بسیار هم دلکش عزیز دست و دعاشون بسیار تازه و همونجا یک شعرم خوانده بودم که مادر یگانه بعد خدا ای دستی مبارکی تو خود دستی رها مادر زمام عالم را گیر از دست بدان تمام عالم را گیر و مادرها من مادرم خدا را شکر 80 ساله هستند دعای اون کس بالای سر ما انشاءالله مستجاب است و همه مادران به نظر من که یک مادر همه مادرها یک مادر باشن بله که دلی مادرها تازه دعای نیک میکنن در حق فرزندو میخوان که همین زمان و زمین همه آسایشته و تنگ باشد و استاد لایق هم در مادرنامه هاشون بسیار وصف مادر کردن یعنی که همون وقتی که 100 جان و دل فدای یک مدعای مادر فتح و کشایش آرد دست دعای مادر گر شعرها سرودم از بود و از نبودم در تنتم سرشته سوز و نوای مادر غمخوار و غم شریکان از میسر زیادن اما بر روز سختی خالص جای مادر از سطوت و ز شهرت گر بر فلک زنم سر تعظیم میکنم باز در پیش پای مادر شاه و گدان نمانده در عهد ما ولیکن مردند جمله شاهان آخر گدای مادر گر شاعران عالم یک جا مدیح گویند یک بیت هم نه ارزد اندر ثنای مادر و مادرها به همه چی میارزم من یک وقت در یک واخوری یک مادری حبش یعنی حبش ملتشون بسیار مزنی وای عظیم جثه میخرین بعد اومدم به انگلیسی اون کس من گفتن که جدا خوب میخونی سرودات گوش کردم ناز خوندی گفتن در برنامه در شهر نیویورک بودیم و من اون یهودی ها بودن اونجا یهودی های بخارا استادا بودن وقتی که من سرود خوندم همون زن من گفتن که بسیار خوب خوندی پسرم به انگلیسی گفتن من هم کمپیر اومد آغوش کردم بوسه کردم سخت بوسه کردم مادر در کس همچون مادری خودم قبول کرده بوسه کردم با یک تا همراه من بودگی آدم که تامی زنه گفت چقدر دلت کشید که تو بوسه کردی من گفتم برادر وای پوستش سیاه باشد دلش سفید بله وای مادر است گفتم وای یگان از دیگر مادرها فرق ندارد اینم صمیمانه من وقتی که قدر شناسی کرده سرودم گوش کرده لذت برد من وای بوسه کردم آغوش کردم این یعنی که مادر ملت ندارد مادر بله مادر است یعنی آفریدگار است آفرنده است آفریدگار خودش حضرت پروردگار وقتی که مادر به دنیا هست کردن سیر اساسی پیدایش انسان 40 روز همون آدم وقتی که در بطن مادر پیدا می شود همون نه خدا 40 روز اونجا در آسمان در نمیدونم یک سما همین آدم چی می شود همین آدم کی می شود همین آدم چی تقدیر می بیند چی روزگار می بیند همه همینا قلمکش می کشد بله. و ازید لمیزل پاک است بزرگ است و ما می آفرد برای اون که ما در زندگانی خودمون
بیشتر با انسان ها نیکی کنیم، انسان باشیم پیش از همه. حاضر من همین جهان امروز اگر نگاه کنیم تمام دنیا با همین یک تکاپوی بسیار تشویش بسیار بزرگ خدا پرتاخت بالای زمین، یعنی همین کسلی کرونا ویروس شد آمد و این با خوب شد که در چین همین پرتاخت، چون چین یک دولتی بسیار ترقی کرده است. چین اقتصادیاتش بوی است، با دولت است، دولتی بسیار بزرگ است. بوی است همونو تیز گرفته اینا کسلی خاموش کرده و من همین چیزا شده استوده است. خدا خواهد این از کسلی خاموش میشد، گذشته میرد ان شاء الله به یگان و تاجیکستان ما به الهی نبیاد این چیزا ما نبینیم. اگر همین چیز خدا نخواسته در افغانستان همسایه ما میشد همه جهان میگرفت، چون که اونها هیچی ندارن، یک مملکت قشاق، یک مملکت جنگ است. چین به که همین کار سر زد، چین اونجا یک دولتی با قوت که است، همه شب روز تمامی همون شهرهاش دارو زده و همین ویروس کشته و همین کسلی خاموش کرده استودن. یعنی و مردم ما باید که از این چیزا در تشویش نباشن. در یک خیلی آدمایی هست که سوداگر است، بارم به سودا را گفت همین آوازهای دروغ میبردارد که یک کار کند و یک پول کار کند. مثال بدبختی هیچ وقت مردم باید تشویش نشوند و دولت ما آرام است. خدا را شکر ما سرحدها ما الکی مستحکم شد، هیچ وقت ما با این چیزا نمیمونیم که در رایتش کس با مملکت ما با همین خیلی کسلی ها خدا نشون ندهد. و از این چیزا برای میگم که دعا از همه چیز دعا هست. دعای مادر، دعای آدم های پاک، انسان هایی که دلشان با خداوند راست است، اونها دعا میکنن ای خدا همین چیزا از همین روی زمین برداشته شود. عصر 18 به همین خیلی کسلی آمده بوده است، قریب بسیار یک بدبختی آورده بوده است همون وقت در همه دنیا. برای خدا نشان دهد خیلی چیزا و شکر میکنیم که ما با عیدهای بسیار بزرگ، من امروز های عید مادر، عید مادران است، بعد از عید مادران عید نوروز است خدا خواهد و زمین و زمان میشکوفد، سبزه میدمد و مردم ما دهقانای ما کار میکنن، زمین با زمین صحبت میکنن و واقعا ما یک مملکتی هستیم که یک دولتی هستیم که دولتی ما همه جا خوشرو، دریای هم خوشرو، آب هم خوشرو، زمین هم خوشرو، باغ‌های زیبا، شهرهای زیبا و آدم‌های زیبا داریم. بله درست است. خوب در حقیقت که استاد خوب هم ذکر کردید و زیبا هم گفتید و اینچنین در این برنامه ما کمی اطراف همین ویروسی که امروز مردم به تهلکه داده شدند بسیار خوب هم گفتید که درست است که امروز مردم نباید به هنگامه و آوازه ها باور سازند و ما امید داریم که این گونه ویروس ها به تاجیکستان عزیزمون نمی آید و تاجیکستان همیشه که صلح پایدار است، آبادی است و این آبادی و این صلح و امانی ابدی میگردد. خب استاد اینجا گفتید که 37 سال است که در هنر هستم، هنرمند هستم، می سرایم ایجاد میکنم و امروز گفته میتوانیم که هنرمندان جوان میبرند، یکی میبرند و یکی دیدید که الکی ناپدید میشوند. من امروز هنرمندان جوان تا کدام اندازه شما را با هنر خود قانع کرده میتوانند؟ من خوشبختانه بسیار صنعتکارای جوان احترام میکنم، دوست میدارم و هنرمند شایسته تاجیکستان بهرالله عبدالله شاگردم، انا خدا را شکر ذکر الله حکیموف شاگردم، سنگلی میرزویف هنرمند شایسته تاجیکستان شاگردی من و بعدا شهزاد دوران انا هستن، طاهر جان جورایف، بابا جان امان الله، دمیربگ عالموف، غالب جان یوسفوف، بسیار جانی بیگ جان مرادوف، اینا هنرمندای جوانی که الکی مردم اینا دوست می‌دارند و اینا با من نصیحت میکنن درباره سرودهاشون، ایجادیاتشون. ما با اونا صحبت‌های خوب میکنیم، نصیحت میتیم. من جانی بیگ مرادوف در شهر کیف در اوکراین رفته، قریب 14 سرود به زبان اوکراینی خواندن که اوکراینا بسیار دوست داشتن، یعنی در وقت مشکلی همون مملکت و همون دولت رفته به زبان همونو خواندن، الکی خودش یک قهرمانی است. بله. و استاد جورابیک مرادوف پیری ما که امروز به قریب 80 رسیده است سن و سالشون، اون کس تازه ایجاد میکنن، سرودهای نو میخونن و ما وظیفه دار هستیم که از استادا آموزیم و این شاگردای منم همیشه من تلقین میکنم بچه‌ها، دادرکای عزیز، التماس
ایجاد کنیتون، کتاب زیاد خونیتون، دانش اندوزیتون و بیشتری آدم هایی که هنرمندایی که چون که شما گفتید که میبرن و هیزون برین در میگیرن تیز از صحنه میرون، اینا یعنی که از نخواندن و ندانستن است. سواد و دانش بسیار یک چیز مقدس و بزرگ است و حضرت بابای ما رودکی بزرگ آدم الشعرا که افتخار همه قلمرو فارسی زبان‌های جهان هستند میگن که دانش اندر دل چراغ روشن است و از همه بعد بر تن تو جوشن است. دانش در حقیقت یک چیزی هست که آدم باید داند، آدم باید خواند و اولیا شیخ کمال‌الدین خوجندی وقتی که دیوانی بزرگشون آدم گرفته میخواند مفتون میشد، مست میشد. چقدر کمال خوجندی بزرگوار نوشتن در همه بابت، همه پستی بلندی زندگی در اون کتابشون هست، در اون دیوانشون. و از اون خواجه حافظ شیرازی شیخ، سعدی شیخ، عطار، صاحب تبریزی، من ثانوی، البته استادای بزرگ خواجه کرمانی، ابوالقاسم فردوسی بزرگ، خیلی بابای رودکی، ایشان تغرل، شاعرای بسیار بزرگ هستند. سیدای نصفی و شاعرای معاصر ما سر کرده از استاد لایق شیرالی، استاد مومن قناعت، گل رخسار، سید علی مامور، گل نظر، کمال نصرالله، نظام قاسم، حق نظر غایب، فرزانه بانو، آذرخش. این همه این بزرگای ما باید که واقعا چیزایی که می نویسن از صدق دل اینا باید جوانان خوانن امروز. برای چی همین کتاب چاپ میشده است؟ کتاب نخوانده ندانسته یک شعر از یک کوچه آواز فهمیده همون گرفته آهنگ خوانده، یک آهنگ با همون دلکش و دلرس نیست متاسفانه. و من میخوام که جوانای ما اولا دانش داشته باشن، بعد بسیار خوانن، جستجو کنن و همیشه در خدمت مردم از صدق دل باشن. همین فلشکه برده میزنن و در توی مردک میخونن 2 ساعت 3 ساعت مردم فریب کرده این کورای بس کنن و میخونن از صدق دل. هنر داری آواز خدا داده باشد، خون نمیتونی مردم فریب نکن. و همین چیزا من به جوانان میگم و شکر خدا که امروز جوانای ما بسیار، من از سرودای زنده میخوندگی حافظا حاضر زیاد شدن، میخونن، الکای فهمیدن که حافظی که همین فریب میکند و هیچ کس هم یادم نمیکنه و هیچ کس هم نمیپرسد که تو کجا هستی. از این خاطر من از استادای بزرگ صنعت معاصر ما امروز استاد جورابک نبیوف، استاد رونبک همداموف، اینجا من تلقین توجبویف، عبدالجمیل رحیموف، خیر خدا رحمت کنه، دکای دوران جان علیماتوف بسیار هنرمندی محبوب بودن، هم اکتور و هم حافظ بودن. اسرار کمال‌الدینوف و دیگر هنرمندایی که امروز در خوجند بچهای جوانایی هستند، بسیار جوانای خوب رو آمدن از خوجند، هنرمندای بسیار صمیمی، آوازهای تازه، آهنگای خوشرو. برای همین ما امروز در صنعت امروزه من با مردم ازبکستان که به نزدیک روزهای فرهنگی ازبکستان شدگی بود در دوشنبه آمدن در پایتخت کشوری ما، استاد شیرالی جورایف، غلامجان یعقوب، عبدالهاشم اسماعیلوف، آقابک صابیروف، یلدوز تردی و دیگر آوازخانه 6 مقام ازبکستان آمدن. من اینا قریب یک هفته قریب همراهشون بودم. خیلی خانه‌ام بردم، موزه من تماشا کردن، اونجا دیدن صورت‌های در همه صورت‌های هنرمندای جهان، اونجا همه مردم هنرمندی که در روی زمین هست قریب همش کتیمند اونجا صورت داره، یعنی دوستی دارد و چی دارد. دیدن از کتابخانه من دیدن کردن، اسبابای موسیقی انتیکوار خانه من به قریب 100 تا اسباب است. دکتر صادرخان حافظ وقتی نشون دادم اینا حیران شدن. دکتر حاجی عبدالعزیز رسولف نشون دادم، دکتر اکشریف جورایف نشون دادم، تنبوری بسیار بزرگی تیمور جلال از پنجکین بودن، استادی بسیار برجسته بودن و همین اسبابای نشون دادم و تار نشون دادم که یک تار 500 سال شدگی. اینا حیران شدن این استادای صنعت. گفتن که شما کلکسیا میکنید. من گفتم این کلکسیا من هیچی نه، من شما یک جا میبرم شما تماما لذت میبریتون. گرفته اینا من مزار لوچاب بردم. وقتی دیدن خبری استاد لایق دیدن، ظفر نازمی فدان، ودینا هاشمی فدان، اونجا مومن قناعت، اونجا اسحاقی، طاهر صابیروف،
اونجا نویسنده‌های شاعرای دیگر جبار رسولوف، اینجا کمال عینی، باباجان غفورов در اون بلندی، اینجا استاد ترسونزاده دیدن گفتن شما تاجیکو در حقیقت مردمی بزرگتون که همه بزرگای ملتتون در یک جا آورده خاک بسپردیتون. از اون میگفتن یکتاش در فرغانه، یکتاش در تاشکند، یکتاش در سمرقند، ما این کارو ما نکردیم. گفتن شما کردیتون. من گفتم خیلی یعنی از این من باید فهمیدم اونو که ما مردمی واقعا قدیمی هستیم، ملت بسیار دانشمند هستیم، ملت بزرگ است ملت تاجیک. ملت تاجیک به پستی، سخنی بد، بی‌آدابی این چیزو نبود و باید نباشد. و جوانای ما امروز باید که جوانای بسیار سعادتمند باشند، با آداب باشند، مکتبای خوب خوانند. من یک وقتا یک معلم انگلیسی بودم، معلم دوستوف در دهه ما مکتب میانه میخوندم. من انگلیسی به معلم فریب میدادم، یعنی نمیخوندم. بعد دانشگاه اولیه تمام کردیم، بعد آفیس نامدار شدیم، جهان بگشتیم، این شهر و شهر، بعد لازم شد یاد گرفتیم کم کم. از زبان هندی برخوردار هستم، زبان عربی میدونم، زبان انگلیسی میدونیم شکر خدا. و یعنی مجبور شدیم که یاد گیریم. برای این جوانان امروز که سر حال جوان و تازه و فکر و اندیشه میتواند که تیز یاد گیرد، یک آموزر یک چیز قبول کند و همین باید دونن، خوانن، آموزن، زبان دونی، جهان دونی گفتن. و بسیار بسیار معلم های بزرگ در شهر خوجند، استادای بسیار دانشمند هستند، طبیبای خوب هستند. من میگم که خوجند یک مرکز بزرگی علم و معرفت تاجیکستان است. خوب استاد، بسیار میخواستم فهمیده باشم که امروز نظر شما به شبکه‌های اینترنتی چگونه است؟ راست دیگه من اینترنت بعضی همون خبرهای دنیا گوش میکنم. بعد اون گپایی که بین بچهای جوان و بین شهرها با شهرهای و دشنامه یک کس پس دادن و به یک دولت در بارش گپای نادرست گفتن و همینا میبینم تبم خیره میشد. میگم این اینترنت برای تاجیکان نیست. زیق میشم یعنی که آخه همین دولت امروز ما 28 سال میشد، من پگه 30 سالگی دولت ما به قریب 25,000 ابیکت میکشن جناب علی. قدر شهرها پیش رفت، قدر راهها شد، تونل‌ها شد، گیس‌ها شد، باغ‌ها شد، فرهنگ بالا رفت، مکتبای زمانوی ساختن. قریب 12,000 تا مکتب ساختن جناب علی در بین 28 سال. بله درست است. بیمارستان‌های سطح عالی ساختن. پیشتر کسلی دل به ستین موندن در کار میرفتن 25,000 دلار در هندوستان و در آلمان و دیگه دولت‌ها میرفت مردم. در همین تاجیکستان میکنن. همین کسا همه چیزی که در دیگه دولت‌ها میکنن در تاجیکستان ما همین چیز هست. یعنی ما پیش رفتیم و شکر کردن در کار از دولت، از خلق، از آبادی‌ها، از زیبایی‌ها. آدمایی که بیرون از تاجیکستان هر چی می‌نویسن و هر چی میگن و بعد از خودشون شرم دارن. در داخل ما همه چیز می‌بینیم که چقدر زحمت‌های بزرگی رهبرت دولت ما، زحمت‌های بزرگی پیشوای معظم ملت ما، رئیس ولایت سوق بسیار خدمت‌های بزرگ کرده ایستادن. امروز که آدم می‌بیند حواسش میره. کارهایی که رئیس ولایت سوق به مردم خوجند چقدر آبادی و زیبایی شده ایستاده است. خودی پرزیدنت ما اومده خوجند به مثال 3 روز به اگر بیان 5 روز میستن یا 6 روز میستن. یعنی همین مردم این کس به پسند است، خلق همین معقول است، آبادی ها میبینن خرسند میشن. از این خاطر ما از دولت، از خلق، از آبادی شکر کرده. همین اینترنت بیام گپای خوب نوشتن در کار، فرهنگ بلندی تاجیکانه نشون دادن در کار. چون اینترنت همه جهان میخوند، دنیا میخوند. بیام که ما یک تاجیک دیگه پاس میزند یا در حق تاجیکستان گپی نادرست تاجیکستان پاس میزند و خودش پاس میزند. ملت خودش، دولت خودش. از این خاطر دولت و ملت همیشه ترانم کردن در کار، دوست داشتن در کار. و اینترنت هم باید جای خبرهای خوش باشد، جای طبع آدم بولیده باید باشد. آدم اگر هر روز خسته گوید که ای خدا من سلامتیم بهترین، من کسل نیستم، من خوشبختترین آدم هستم، من به همه آرزوام میرسم، همین کارو میشه. بله میشه. خداوندم هم خیلی یک آدم یک رفیقم نقل کرد، کمتر یک دکتر میگوید که همین خیلی کسلی شما با هست، یعنی انالیز به همین خیلی کسلی یافتیم. و همین آدم میبرد میگوید که ای خدا همین آدمو گفتن که من کسلی قند بودم، قندم 8 9 شده است، 10 شده است. میگوید به همین آدم میبرد ای قند، من قند سفید نه، من شکلات میخورم، من قند میخورم، نه که قند من باید نباشه، من قند ندارم، من کسلی قند نیستم. قند من اتون نمیترسم. دود زده با قند، یعنی با همون کسلی دود زده جنجال بکند، پگش میرد بیمارستان قندش چه میگن 55. یعنی بعد خودش حیران میشه. دکتر میگه دین کسلی شما 10 بود، امروز 5 شده است.
با همین کسانی از بدن مردک میگریزد، یعنی دور میشد. و بنده نیز در همین بیماری هم دعای مردمی سربلند، خصوصا خوجند باستانی، دعای همه مردمی تاجیکستانی عزیز که در کولوب، در بدخشان، در غرب، در همه گوشه، در حصار شادمان، در زرافشان، در سوخت، من همین مردم ما دعا کردن، دعای خلق خدا را شکر خدا قبول کردن دعای. و منم میگویم که خدا جان الها من تنی صحت، خاطر جمع، دلی بیغم به همه مردم ته در خطرش ما هم باشیم، سرود خوانیم، ایجاد کنیم برای مردم، طبع مردم بولیده کنیم، فرهنگ مردم بالا برداریم. وظیفه اساسی هر یک ایجادکار، هر یک کارمند ایدئولوژی دولت برای مردم طبع خوش و یک خوشی بخشیدن است. بله واقعا هم درست است. من استاد امروز که در عرفه روزی مادر، روزی بانوان قرار داریم، من نقش زن مادر در زندگی شما چگونه است؟ من خوشبختانه مادر عزیز من بسیار زنی دانشمند هستند، زبانهای روسی، انگلیسی، ازبکی بسیار عالی گپ میزنن. قریب 40 سال مدیر اول باغچه بعد مکتب بودن راهبر. زنی عاقل دانا هستند مادر عزیز من. خانم من معلمه زبان هندی هستند در دانشگاه ملی. و فرزندای من همشون قریب نکم از 5 زبان میدونن، همه فرزندان خوشبختانه. و امروز زندگی ما خیلی بعضی وقتا امریکا میریم برای نویرای خبر گرفتن، بعضی وقتا در همین تاجیکستان، در همه شهرهاش که مثال خوشبختانه ما احترام داریم، کجای بیاییم من همین خوجم میبیم، خانه خودمو میبیم. بله. این اومدگیم به راستی من مهمان خانه به ایستادم، برای که خانه مالی تیار نبود، تعمیر رفته ایستاده است. و همین عائله، زن، اینا واقعا مقدساتی زندگی نامه هر یک انسانی سالم عقل است. و من برای مادرای عزیز، برای زنها همیشه یک شوخی میکنم که ماه مرد، اپریل، می، 3 ماه بهار، ما مردکا برای زنها باید همه خدمت‌ها کنیم و یگون ذره گپی بزیاتی تابشون خیره نکنیم. من نامم افضل شو میگم، ماه مرد، اپریل، می، 3 ماه بهار با من غلام شو میشم، غلام زنها میشم. گفته خیلی شک شوخی میکنم. و واقعا زنهای ما عزیز هستند، زنهای ما صاحب احترام هستند، زنهای ما تمدن آفر هستند، زنهای ما فرزندای خوب به دنیا آورده تربیت کرده ایستادن. امروز فرزندای تاجیکستانی ما، من میخواهم که فرزندای عزیز ملت ما به مانند سینا دانشمند باشند. سینا هم مادر تاجیک شیر داده است. به مانند بابای رودکی باشند، به مانند بابا جان غفورov باشند، به مانند استاد صدرالدین عینی باشند، به مانند استاد ترسون زاده باشند، به مانند امام علی رحمان باشند، به مانند همخیل مردای عزیز و بزرگی که ملت ما آفریده است لایق مانند باشند. و یک سرود دارم که اونجا همخیل از همه غم تا تو می خواهم گریزم مادرم، در بری دامانی تو خوابم نخیزم مادرم، جملتاً چشم شوم یک چشمی سرشاری سریشک، قطره قطره پیشی پای تو بریزم مادرم، دورم از درگاهی تو من دردی تو من آهی تو، نیستم عصای پیریت چی چیزم مادرم، وای بر من خاک ریزد بر سرم، بر سرت گرگنجی عمرم را نریزم مادرم. کاش بودم هم بهای یک سرود علیت، ای دلت گهواره پاکی تمیزم مادرم. زندگی چون کودک آرام گیرد یک نفس، از سرود جانفزای تو عزیزم مادرم. و دخترای عزیزی ما، خواهرای ما، کلینای ما، زنهای عزیزی ما، الها بمانند بهار شکوفان باشند، زیبا باشند و برای ما که زندگی خوب همین زن می آفرد، لباس ما ساز میکند، خانه ما تازه میکند، خوراک جور میکند، ساز میکند، میتید. و ما
شب روز باید بگیم که ای خدا شکر که تو زن آفریدی. بله. و همین زنهای عزیز این بهار، این عید شنبه تنصیحت باشن، خانه آباد باشن، خوشبخت باشن، مبارک باشد به همه مادرای عزیز ما. عید مادرها، عید بهار، عید شکوفایی و سبزه و زیبایی های کشوری عزیز ما. ایا مادر، اساس قسمت عالم تو هستی، تمام هستی آدم تو هستی. با عالم قهرمانان داده ای تو، بزرگان جهان را زاده ای تو. اگر فرزندان قدرت بدانند تو را، بر کرسی زرین نشانند. تو آخر مادری، نامت بزرگ است، تمام حرف و پیغامت عزیز است. واقعا هم زن، مادر هستی زندگی است. بار دیگر مادران عزیز، بانوان بسیار مهربانمان، روزتان این روزی زیبا، عیدتان مبارک باشد. خوب استاد، در آخر بسیار هم خوب یک صحبت داشتیم. میخواستم از نقشه های در پیش ایستاده شما با خبر باشیم. راستی که نقشه های در پیش بوده من سفر دارم از امریکا. اگر من همین تینجی ها باشد و یک خوب شود، هم از زمین و زمان آرامی شود، تینجی شود، از امریکا با تکلیف یهودی های بخارا در اسرائیل یک دو برنامه دارم. بعد ماه اپریل به فکرم میریم طرف کویت، دولت های عرب. خیلی بعد مسکو و یک دو شبی کنسرت دارم، دو شبی برنامه هنری دارم برای تاجیکای عزیز و اصیلی ما که در مسافرت هستند. و البته کار ما ایجاد کردن است. بله. به وصف مادر، به وصف مردم تاجیکستان، به وصف آبادی کشور سرودن است. و چون که شما در آخر گفتید، منم در آخر میگم که کوههای توست ایمانم، سنگهای توست وجدانم، چشمهای توست چشمانم. تاجیکستانم، دانه ریگ زرفشانت، ریزه سنگ بدخشانت، پاره طلای خطلانت، بود تومار دل و جانم. تاجیکستانم، من که روز با تو باشم شد، من که نام من رود از یاد، نام خود نام تو را خوانم. تاجیکستانم. خوب استاد، میخواستم برنامه را با یک آهنگ دلنشین، با یک ترانه زیبای شما جمع کرده باشیم، اگر اجازت باشد. زهی چشمه که هرگز نم نگیرد، زهی چشمه که هرگز نم نگیرد، زهی مرده که در دل غم نگیرد، به هر یک خانه و در توی باشد، الهی هیچ کس ماتم نگیرد. به هر یک خانه و در توی باشد، الهی هیچ کس ماتم نگیرد. الها همه وقت آبادی باشد، زیبایی باشد، توی باشد، خوشی باشد. سپاس بی اندازه میگویم باری دیگر برای حضورتان. تشکر. واقعا هم مردمی صنعت دوست ولایت سوخت همیشه دوستتان می‌دارد و همیشه منتظر دیدار گرم و پرنور شما. تشکر زیاد میگویم باری دیگر استاد. خوش آمدید. قربان شما. باری دیگر تمامی مادران، بانوان، خواهران بسیار نازنین و مهربان و یکتا و به همتایمان را با عیدشان تبریک میکنیم. مادران عزیز، بانوان گرامی، عیدتان مبارک باشد. قصر زرین بیزن خوب کلبه ویرانه است، در بیابان بهر مرد آغوش زن کاشانه است. بخت هر مردی نکو در زندگانی این زن است، زندگی را گر زن نباشد مرد را غمخانه است. شمایان هستی زندگی مایید. عیدتان مبارک باشد. با امید خانه آبادی و تنصیحتی، نیکنامی و خوشحالی هر کدام شما میرسیم به فرجام برنامه. شاد و فیروز باشید. تا دیدار.